مگدوس تو کشورهای عربی طرفدار خیلی زیادی داره. با اینکه طعم ترش نداره اما جزو ترشیجات حساب میشه. این ترشی صبر و حوصله زیادی میخواد. کلاک بادمجونا رو جدا میکنیم. بادمجونا رو درون ظرف میچینیم. مقداری نمک، مقداری آب به مدت 10 دقیقه روی حرارت میذاریم. بادمجونا رو از آب جدا میکنیم، یه برش میزنیم. وسط بادمجونا رو آغشته به نمک میکنیم. اون رو درون آبکش میذاریم به مدت 24 ساعت تا آب اون کاملا کشیده بشه. تو این فاصله فلفل و گردو رو با هم دیگه خورد میکنیم. نمک، فلفل، پودر فلفل و گردو رو با هم دیگه کاملا مخلوط میکنیم. درون بادمجونا رو از مواد پر میکنیم. بادمجونا رو توی ظرفی میچینیم تا فضای خالی کاملا پر بشه. در پایان به اون روغن زیتون اضافه میکنیم و به مدت 3 هفته در خارج از یخچال نگهداری میشه.